سرورم، هر چقدر ازتون تشکر کنم کمه. خیلی ممنونم. ما رو سرافراز فرمودین. خیلی ممنون ازتون. اصلا مهم نیست. عاشقا خوشبخت بشن کافیه. سرورم، اگه اجازه بدین یه عرضی دارم. خواهش میکنم نیازی نیست معلم، کار دارم. دیگه میتونید برید. خوشحال شدم سرور من. آنا، معلومه که وظیفت بوده که تو رو از من جدا کرده آنا. برای همینم اونجوری با هم حرف زدی، درسته؟ خوبه که پادشاه درک بسیار بالایی دارن. دیگه مانعی پیش روی ما قرار نیکولای، اونجور که فکر میکنی نیست. باید باهات حرف بزنم ولی الان نه. فردا میام بابامون ببینم. تو هم لطفاً بیا اونجا، فهمیدی؟ اونجا. آنا. خب باشه، منتظرت میمونم. خدای من چطور به این روز افتادم؟ سلطانم، با یه مژده بزرگ اومدم. چی شده؟ سری بگو. پادشاه نیکولایو دعوت کرده به قصر. عروسیشونو میخواد بگیره. کبوتر داره میپره سلطانم. راست میگی؟ باور کنید دارم راستشو میگم. بالاخره موفق شدم گلزار. پس زود باش برو اون پارچه ها رو بیار. یه هدیه عروسی هم ما باید بده به معلم. خوش اومدین سلطانم. کاش خبر میدادین به استقبالتون میومدم. مهم نیست، زیاد نمیمونم، مسافرم. ولی قبل از رفتن یه موضوع حیاتی هست که باید بهت بگم. خیر انشالله. خودم تازه فهمیدم. بعد فکر کردم بهتر این موضوع رو باهات در میون بذارم. موضوع چیه؟ اتفاق بدی افتاده؟ تو فکر میکنی داری با نامیک پاشا ازدواج میکنی، درسته؟ بله قطعاً. اشتباه میکنی. میخوان تو رو به عقد آقا موسی در بیارن. مگه میشه همچین چیزی؟ حتما یه سوء تفاهم شده. من با پادشاه صحبت کردم. اسمشو بهت گفتن؟ اسم نگفتن، ولی اما اسما قرار بود راجع به نامیک پاشا با پادشاه صحبت کنی. شما هم بودی. گلفدان، ببین من اومدم بهت اطلاع بدم. اگه باور نمی کنی از اسما بپرس. نمیتونم به پادشاهم دردمو بگم. حتی به حرفام گوش نکرد. نمیتونم همینجوری با کسی که دوست ندارم ازدواج کنم. حق داری. عزیزم اون از کجا بدون قبلا شما جدا شده بودین؟ حتما واسه همین اینجوری رفتار میکنه. اونم حق داره البته. وقتی پادشاه گفت براتون عروسی میگیرم، نیکولای کلی امیدوار شد. اونم حق داره یه جورایی. بس عمر آقا، سر من چرا داد میزنین؟ دیوونه ها. باید به من کمک کنی. نمیشه، عمرن گوش نمیکنه. نه عمر آقا، تو باید به من کمک کنی. پادشاه وقتی تنها بود باید باهاش حرف بزنم. من نمیدونم کی تنها میمونه چی کار میکنه. عمر آقا، فکر نکن یادم رفته چطوری مسئله درس دادنم به پادشاه و به هوشیار سلطان گفتی. تو به من بدهکاری.
ما گفتیم کبوتره. ماشاءالله حافظش مثل فیله. باشه، منتظر خبرش باش. تعریف کن ببینم. جلسه مجلس چطور گذشت؟ همه به جون هم افتادن سرورم. 2 کلمه حرف حسابی زده نشد. هیچ کدوم حرفای همدیگر خوب نشنیدن. اون همه فکر مخالف یه جا جمع بشه و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشیم. سرورم ببخشید منو، ولی باید عرض کنم که این مجلس به جز دردسر چیز دیگه ای نداره. تشکیل دوبارش بیهوده است. در حال حاضر اوضاع یکم ناامید کننده است. حدس می‌زدم اینجوری بشه، ولی نباید ناامید شد. همه باید یاد بگیرن نظرات مخالفو بشنون، وگرنه همه اصلاحاتی که قرار انجام بشه فقط روی کاغذ میمونه. سرورم به نظر یکی داره خصومت رو تشدید میکنه. طرفین برای حرف زدن نمیان، انگار برای دعوا کردن میان. متوجه شدم نامیک. دست کسی که این خصومت رو بندازه میبریم و کمر کسی که فتنه رو بندازه رو خم میکنیم. پیشرفت اسلحه خونه چطوره؟ کارا به سرعت داره پیش میره سرورم. و تا چند هفته دیگه کار ساختو شروع میکنید به امید پروردگار. عالیه. بالاخره یه خبر خوب شنیدیم. مهندس سرگی بالاخره مرد. تبریک میگم فانسوا. چطور این کارو کردی؟ کسی به مرگ شک نکرد؟ اینم راز منه. فانسوا، نمیخوام تو کارت دخالت کنم. میدونم از این کار خوشت نمیاد، ولی آمادگی های اسلحه خونه هنوز ادامه داره. خوب میدونی که اعلی حضرتمون از این مورد خوشش نمیاد. گفتی ادامه داره؟ امکان نداره. نقشه های مهندسا خیلی وقته که از بین بردم. امکان نداره. امکان پذیره، چون مهندس یه سری کپی از نقشه ها رو در آورده. تازه توضیح هم داده که چطوری تجهیزاتو بسازن. اون کارخونه نباید افتتاح بشه. بس خسته شدم. درگیر شدن با این کارای بیهوده واقعا خستم کرد. ژان پیر، آروم باش فانسوا، آروم باش. هر کاری میکنم نمیشه. بارون میباره، طوفان میاد، همه چی به نفع اونه. دوم بخوام کارخونه رو از بین ببرم، فرا بی معطلی میره و باز یکی دیگه رو احساس میکنه. کورین، مگه نمیبینین؟ امروز مجلس تشکیل میده، فردا دانشکده نظامی را میندازه، روز بعدش هم میره کارخونه اسلحه سازی را میندازه. تا وقتی محمودو نکشیم این کار تمومی نداره. این تنها شانسیه که برامون باقی مونده. یا ما محمودو میکشیم، یا اینکه کس دیگه ای رو پیدا میکنید که کاراتون رو انجام بده جناب. تصمیم این کار با من نیست. حالا که اینطوره من دیگه نیستم. فانسوا، وایسا. اگه اینطوره پس هر کاری که لازمه رو انجام بده. میخوای ازدواج کنی؟ همه تو حرمسرا دارن اینو میگن. نکنه میخوای ما رو ول کنی بری؟ آخه مگه همچین چیزی میشه؟ مگه دلم راضی میشه که شما رو ول کنم؟ یعنی نمیخوای ازدواج کنی؟ من اینجا پیش شما میمونم، هیچ جام نمیرم. پس قول بده که نمیری، وگرنه باورت نمیکنم. قول میدم عزیزم، من هیچ جا نمیرم. ببینم تو تب داری؟ یا من اینجوری فکر میکنم؟ من خیلی خوبم،
چیزیم نیست. مخصوصا الان که فهمیدم نمیری خیلی هم بهتر شدم. حاضر شو، پادشاه منتظره. چطوری که همچین چیزی ممکنه؟ آقا موسی از کجا در اومد آخه؟ چه میدونم، سلطان سینه پرور اینطوری گفت. نه حتما یه اشتباهی شده. تو خودتو ناراحت نکن عزیزم. نه، فقط برای اینکه اینو بگی راهشو عوض کرده اومده. چه اشتباهی میتونه باشه؟ اینطوری نمیشه. ما باید فوری بریم پیش عمه اسما ببینیم داستان چیه. بلند شو، زود باش. هوا داره تاریک میشه. میتونیم اجازه بگیریم؟ راست میگی، نمیتونیم بگیریم. پس فردا اول صبح پا میشه میریم باشه؟ تا درست حسابی نفهمیدیم موضوع چیه بر نمیگردیم. سرورم، التماس میکنم یه بار گوش کنیم به حرفم. باید باهاتون صحبت کنم. نیازی نیست. سرورم، این وسط یه سوء تفاهم شده. من و نیکولای از بچگی. بس آنا، دیگه نمیخوام حرفاتو بشنوم. نیکولای جوون خوبیه، خیلی هم به هم میای. دیگه هم نیاز نیست حرفی بزنیم. سرورم، بهتون التماس میکنم به حرفم گوش کنید. خواهش میکنم. تلاشامون داره نتیجه میده سلطانم. مجلس مشورت به هم ریخت. هیچ کس هم به اون یکی گوش نمیداد. عالی آقا خالد. دست بردن تو لونه زنبور کار خوبی بود. عکس العمل پادشاه چیه؟ پادشاه واقعا ناتوان شده. به زودی متوجه اوضاع میشه و فکر میکنم مجلس رو لغو میکنه. اینجوری یعنی چریم آرزواش تو دلش میمونه. میبینن که جدی گرفته نشدن دشمنیشون با پادشاه بیشترم میشه. این دفعه ما پیروز میشیم سرور. اصلا شک ندارم. تو بازم حواست باشه آقا خالد. این دفعه دیگه اشتباه نمیخوام، اینو بدون. چشم سلطانم، چشم. این بچه خیلی تبش بالاست. باید زود به حکیم خبر بدیم. من نفهمیدم جفری کالفا. صبح حالش خیلی خوب بود، بعد دیدم اینطوری شده. خدایی نکرده اتفاق بدی نیفته. ایشالا تبش بیاد پایین. بچه هست نمیتونه تحمل کنه. بابا. سرورم، این کتاب راجبه چیه؟ خیر باشه هوشیار. آدم تعجب میکنه. قبلا ازت همچین سوالی نشنیده بودم. اینقدر با دقت میخوندین که کنجکاو شدم. کتاب فارابیه به نام از سیاست المدینه. یه مدیر بالغ یه شهر تکامل یافته رو بین شهرهای تکامل یافته دیگه به کامل ترین جا تبدیل میکنه. این گفته فارابیه. برای همینم در کنار اخلاق خوب از جهالت و جهاد و اتحاد حرف میزنه. اینا همون چیزایی که امروز دقیقاً بهشون نیاز داریم. سرورم، اداره دولت رو بهتر از همه شما میدونین. برای چی میخونین این کتابا رو؟ یه حکمدار باید اصول اداری حاکمان قبلی رو بدونه تا بتونه روش رو درست انتخاب کنه. شما بهترینشو بلدین سرورم. هیچ کس تو هیچی بهترین چیزو نمیدونه. اما شما فرق وقتی دارین. موضوع دانسته هاست کسی استثنا نیست. کسی که میخواد چیزی رو بدونه مطالعه میکنه، صاحب معلومات میشه. کاش تا یکم مطالعه کنیم، اون وقت خیلی خوب میشه.
چند بار رفتم پیشش، چند بار خواستم مشکلم رو بهش بگم، حتی یه بارم بهم گوش نکرد. دیگه احساس میکنم برای همیشه از دست دادمش. سلطان هوشیار تو اتاق پادشاهه. همه حرم سرا دارن راجع به این حرف میزنن. بدی نموند که نکرده باشه. آخرش موفق شد. بیا تو. سلطانم، جفری کالفا میخواد شما رو ببینه. جفری کالفا. سرورم ببخشید، موضوع مهمیه. خیر ندیمه، چی شده؟ شاهزاده عبدالمجید تب شدیدی دارن. نمیتونیم تبشون رو پایین بیاریم. مدام اسم شما رو به زبون میارن. بهچت مولا، شاهزادم چشه؟ زود بگو. حسابی سرما خوردن سرورم. داروهای لازم رو دادم. چاره‌ای نداریم جز این که منتظر شیم تبشون بیاد پایین. پسرم حالت خوب میشه، صبر کن. نرو پیشم. اینجا پسرم، خیالت راحت باشه. باید استراحت کن. زفیر، بفرمایید. میخوام بهترین تیراندازه پایتخت رو برام پیدا بکنی. اطاعت قربان. ولی برای چی میخواین؟ وقتش از دست محمود خلاص بشیم. جای خطایی نیست. برای همین خوب بررسی کن. پیدا کردن تیرانداز کار سخت نیست. بله قبول دارم که کار سختی نیست، براتون گیر میارم. ولی محمود چطوری از قصر بیاریم بیرون؟ اینو به من بگین. محمود اصلا خودش یه جا بند نمیشه. همش میخواد بین مردم باشه. حتما که شانسی به همون رو میکنه. یا تو نماز جمعه یا وقت تدبیر میاد بیرون. و وقتی اومد بیرون باید آماده باشیم. خیلی خوب. چی شد جفری کالفا؟ چرا یهو مریض شد؟ سرورم ببخشید که ما متوجه نشدیم. تو حیات که بازی میکرده مریض شده. از تب نمیتونه بخوابه، ولی اگه یکم بخوابه بهتر میشه. پسرم سعی کنی یکم بخوابی. بخواب که بتونی زودتر خوب بشی، بعدش بری بازی کنی. آنا باید بیاد برام کتاب بخونه. اون وقت شاید بخوابم. سری خانم آنا رو صدا کن بیاد اینجا. اطاعت میشه سرورم. تو شیر مردی، زود خوب میشی. چرا قصه داری معلم؟ به زودی داری ازدواج میکنی. یه آهنگ شاد بزن. دیگه چی میخواید از من؟ ظلمی که بهم کردین بس نیست؟ من به جز خوشحالی تو چیزی نمیخوام.
ببین اینا پارچه های گرون قیمتی هست. نگهشون داشته بودم واسه مراسمای خاص، ولی به عنوان هدیه میدم به تو. واسه عروسیت لباس بدوز. چند بار دیگه باید بگم که من قبل از اومدنم به قصر نامزدیمو به هم زدم و با کس دیگه ای رابطه ای ندارم. بی خودی خودتو نکش معلم، دیگه خیلی دیره. معلم زود باش، عجله کن، پادشاه تو رو صدا میکنه. عبدالمجید سرورم، شاهزادمون چشه؟ تابش پایین نمیاد. میخواست تو رو ببینه. عبدالمجید سعی کن بخوابی عزیزم، بخوابی خوب میشی. واسه من قصه میخونی آنا؟ البته که میخونم، کافی تو بخوای. امروز شک کردم که تب داری، باید به حکیم میگفتم. آخه از کجا میدونستم اینطوری میشه؟ نگران نباش، حتما خوب میشه عزیزم. خوب میشم آنا؟ معلومه که خوب میشی، هوا سرد بود یکم سرما خوردی، همین. تا صبح خوب میشی عزیزم، مطمئن باش. من الان برات قصه میخونم، ولی تو هم باید قول بدی که بخوابی. باشه عبدالمجید، قول میدی؟ باشه؟ باش سرورم، با اجازتون. و اون با پرنسس زیبا ازدواج کرده بود و تا ابد با همدیگه خوشبخت زندگی کردن. خدا رو شکر تبش داره میاد پایین. به روی خودم نیاوردم، ولی خیلی نگران شدم چون بنیه عبدالمجید ضعیفه. من قبل از اینکه بیام به قصر از نیکولای جدا شده بودم. این موضوع مربوط به گذشته بود، واسه همین لازم ندونستم که بهتون بگم. ببخشید لطفاً، کاش قبلا بهتون میگفتم. اما بالاخره نامزد داشتیم. خانواده همون این نامزدی رو خواستن. من اولش حتی خبرم نداشتم، بعدش به خاطر بابام صدامو در نیاوردم. بعدش به خاطر بابام صدام در نیامد. ازدواج من با نیکولای ممکن نیست. پس من نمیذارم تو با کسی که دوست نداری ازدواج کنی، ولی تو همینو درک کن که من از رازهای پنهان خوشم نمیاد. فهمیدم سرورم، ببخشید. چیزی هست که از من پنهان کنی؟ آنا آب الان میارم برات. پسرم، شیر مردم، خوبی؟ خدای من شکرت. بفرمایید. بیا پسرم. اینا دوباره چرا اومدن؟
سلطانم مهمون داریم. خوش اومدین دخترم. اصلا هم خوش نیومدیم عمه. یه مشکل بزرگ داریم. بیاین بشینیم. بگیم ببینم چی شده. عمه یه اشتباه بدی پیش اومده. پادشاه داره منو به عقد موسی در میاره، نه به عقد نامیک پاشا. اینو از کجا فهمیدید؟ والدتون اومد، خودش بود. عمه این حقیقت داره؟ بله حقیقت داره. سرورم خواستم حالی شاهزاده رو ازتون بپرسم. امیدوارم بهتر شده باشه. خوبه خدا رو شکر. تبش داره پایین میاد. اگه بخوای معلمو بیدارش میکنم سرورم. بذار بخوام. همه شب بالای سر عبدالمجید نخوابید. اطاعت میشه سرورم. با اجازتون. بفرمایید. چرا عمه؟ چرا همچین کاری کردین؟ چون نامیک پاشا قابل اعتماد نیست و خیلی چشم چرونه. ولی آقا موسی همسر مناسبیه برای تو. الان ممکن از من عصبانی بشی، ولی وقتش که برسه میفهمی و ازم تشکر میکنی. من عاشق موسی نیستم، عاشق نامیک پاشا. این هیچ ارزشی نداره. عشقی حوث زودگذر گلفدان. مهم اینه که زندگی امن بسازی. واسه تو با موسی ازدواج کردن بهتره. عمه جان اگه نامیک پاشا نمیشد چرا همون اول نظرتون رو نگفتید؟ چون عقل گلفدان تو سرش نبود، حرفمو نمیفهمید و اعتراض میکرد، مثل الان که داره اعتراض میکنه. خب اون وقت اصلا به پادشاه نمیگفتین. الان گلفدان به خاطر شما داره با کسی که دوست نداره ازدواج میکنه. از یه همچین ازدواجی چه خوشبختی انتظار داری؟ صالح جوونی هیچی بهت نمیگم، ولی زیادی از حدت گذشتی. تصمیم بزرگترا رو اینجوری سوال جواب نمیکنم. وقتشه که دیگه زودتر برگردیم به قصر. بیا بریم گلفدان. ما بهتون اعتماد کرده بودیم عمه. اگه میدونستم اینجوری میشه اصلا نمیگفتم. عبدالمجید چطوری؟ خوب شدم آنا. از اینکه تنهام نذاشتی خیلی ممنونم. من از تو ممنونم. به لطف تو یه مشکل بزرگ حل دارم شد. میرم پیش عبدالحمید. اوه دویدن و بازی کردن امروز ممنوعه. تازه خوب شدی. باشه.